زندگی، دردی تو را دانند نداند غم مخور. همراهت بار قدم مانند نماند غم مخور. حرف پنهانی دلت را با کس و ناکس مگوی. دوست همرازت شدن تانند نتاند غم مخور. گیر و مانی دانه شطرنج در یک قالب است. گر رقیب اندیشه رانند نراند غم مخور. ای خوشا مردی که خود ده مردی مال خود است. پادبان گاوی تو را بانند نباند غم مخور. آذرخشا از خداوند سخن لطف طلب. همه شعری تو را خوانند نخواند غم مخور. آن عشق که در سینه من لانه گرفته است، دل از شرفی بیرق دانه گرفته است. در مرکز چاه کوک او مرغ امیدم. تا می نشکست است ولی دانه گرفته است. هم منزل اقبال شد و عزت و حرمت. از کرک غباری ره جانانه گرفته است. به گپ نبود قطبی سرمست وصالم. در کوی وفا همراه او خانه گرفته است. سه مصرع خیرمانی است. شما دیگر کلمه استفاده بودید. جانان وطنم همیشه در جان باشی. جانان وطنم همیشه در جان باشی. چون باغ امیدی من شکوفان باشی. شایسته صبح رفشن فردایی. ارزنده نام آل سامان باشی. تو زاده ارمان نیاگان منی. تو تحفه قیمتی درخشان منی. سبزیدن و بالیدن من همراه توست. تو جان منی جان منی جان منی. به نام تو نامه ظفر دارم من. در کشت مراد خود ثمر دارم من. آهنگ و محبتی صداقت در دل. رو جانب آینده سفر دارم من. دل به مهر زندگی مانی نمانی می رود. دل به مهر زندگی مانی نمانی می رود. رفتنت را از برت دانی ندانی می رود. دور خواهد گشت این گردون که هم با مکر و نو. دور خود را زمیان رانی نرانی می رود. از پسیمینی سحر را با سیاه مشکین شب. در چرخگاهی نظر بانی نبانی می رود. قوت داری بسنج و از کم و بیشتر مرنج. دولتت را یافتن تانی نتانی می رود. آذرخش آغوش بکشا و غزل خوانان بیا. کین سرودی عشق را خوانی نخوانی می رود. میگذاریم به ربای و دوبایتی از استاد صدرالدین عینی. این رفتن و نآمدنش کشت مرا. این رفتن و نآمدنش کشت مرا. از خود خبری ندادنش کشت مرا. گفتم که به آمدت جان بخشم. افسوس که دیر آمدنت کشت مرا. بسیار شعر نظم میخوانید نگی. خب سلامت باشید. آن جنگ را در تاریخ همتا نبود. جنگ خونین و بیرحمانه بود. فرمانده فاشیست آزاد نشسته. حریفش بر پا با دستی بسته. فاشیست خورده خوابیده نوشیده. حریف گرسنه عذاب کشیده. آن یک مسلح از پا تا بسر. این دارد فقط یک پیراهن در بر. او را زیر دستان یاری می دهند. این را از هر سو خواری می دهند. او با آتشی اره و نیشتر. حریفش با یک شعله نظر. از آلات جنگ هرچی در دنیا تصور کنی او دارد، اما روحی این یک را آن یک ندارد. او به خود ایمان آن شک ندارد. او چون مسروران مه لرزد اسکین. این چون هیکل پولادین سنگین. انبار ما را تو سازاندی من، که این را به تو فرمان داد وطن. فاشیست از غضب لب را میخوید. به دل دختر شادی میآید. او با آتش و اره و نیشتر. حریفش آتش اره نیو آتش و اره و نیشتر. حریفش باید شعله نظر. اون جنگ رو در تاریخ هم تو نبود. اون چی جنگ است؟ آن جنگ بزرگی وطنی. تن یکی هست خودش.
شما توجه کردید؟ قهرمان همین داستان درباره‌اش میدونید غیر این داستان؟ این قهرمان داستان وقتی که همان جنگ می شود، همان تنیه با دشمنان جنگ میکند. خاکی وطنم سرمه چشمانی من است. روی وطنم آینه رخشانی من است. نوری وطنم آفتاب تابانی من است. مهری وطنم در دل جوشانی من است. من را وطنم تربیه بسیار نمود، فرزندی به خود نیک و وفادار نمود. دروازه اقبال برویم بگشاد، پس خدمتی او خطاب وجدانی من است. یک سنگ وطن به کوزه زر ندیهم، گردی رهی او به فونت و دلار ندیهم. یک قطره آب او به کوثر ندیهم، زیرا که وطن عزیز است جانی من است. گرفتار کمند آن خم زلفی بناگوشم. کمند چی معنی دارد؟ کمند ارغمچین، به معنای ارغمچین آمده است. ایا صیاد شر میکن. صیاد کی است؟ صیاد شکارچی است. تشکر. خیز مادر که مسافر پسرت آمده است، پسری در بدرت پیش درت آمده است. شهر با شهر تمنای برت را می برد، شهر یارت به تمنای برت آمده است. دو جهان را تو خبردار ز نامش کردی، پسری از دو جهان به خبرت آمده است. هنر آموخت همه عمر هنرمند نشد، پسری با هنری به هنرت آمده است. سینه کوبان و سرفراز بیا مادر جان، ما آذرخشی تو چون نوری بسرت آمده است. باز کدام غزل را میدونید؟ از آذرخش. ای باغبان ز مرگ درختان کی سیر شد، از خون نو بهار گل افشان کی سیر شد. از لعل جان فزای زرافشان کی خند خورد، و از باغ غوره های بدخشان کی سیر شد. غیری صدای تیر نوا در چمن نماند، از ساز بلبلان غزل خان کی سیر شد. از ساز بلبلان غزل خان کی سیر شد. یک آذرخش از سر عالم گذشت و گفت، ای جانی جان بگوی که از جان کی سیر شد. یک نفس با خویش بودن زندگی است. یک نفس با خویش بودن زندگی است، بین نیش و نیش بودن زندگی است. در جهان آرزوهای نجیب، از سواران پیش بودن زندگی است. عاقلی دیوانه و هوشیار مست، یعنی پرتشویش بودن زندگی است. از میان این همه بیش و کمی، از سواران پیش بودن زندگی است. وقتی که تاجیکستان در خاک خونی ها، مرزا فیضالی. وقتی که تاجیکستان در خاک خونی ها بود، فرمان روای مطلب دارنده کمان بود. پیر و جوان کشور لرزان ز بیم و جان بود، سرسان و خانه ویران از دست جاهلان بود. تو آمدی به میدان ای پیشوای ملت، گشتی بروز سختی مشکل کشای ملت. ای پیشوای ملت زور و توان ملت، گردی درش پیوند جانت به جان ملت. تشکر. خیلی خوب. هر سحر با شبنم خوشبخت صحبت میکنم، بر بهار تازه اظهار محبت میکنم. با یک آدم میکنم قسمت تمام عشق را، بلکه نه با آدمی آفاق قسمت میکنم. پیر ای دنیا و دردت نیز خیلی کهنه است، من تو را با نوترین دارو طبابت میکنم. گرچه مستعفی شدم از رتبه حسن و جمال، باز هم در کشور دلها حکومت میکنم. راستی گنجشک را سیمرغ میبینم کنون،
مرغ ارزنخانه را بسیار عزت می کنم. بلبلا چون تو به انسانهای عصر 21 قصه های باستانی را حکایت می کنم. محبوب همه خلق جهان شد وطنی ما. محبوب همه خلق جهان شد وطنی ما. امید همه بی وطنان شد وطنی ما. چون سر نفراریم و تفاخر ننماییم، شأن و شرف عالمیان شد وطنی ما. 100 ساله کس اینجا نکند شکوه ز پیری، با عمر کهن تازه جوان شد وطنی ما. خدمت بکنیم از دل و جانش که برابر، با نرخ دل و قامت جان شد وطنی ما. با سینه و سر حفظ کنیمش که ز فاشیسم، آزاد کنی اهل جهان شد وطنی ما. دوستان عرض امیدم بر نگاری من برید. دوستان عرض امیدم بر نگاری من برید. رحمت بر خاطر امیدواری من برید. یا به من از خاک پویش سرموار آورید، یا مرا در رهگذار شهسواری من برید. زندیار و شهر تنگم شهریاری من کجاست، لطف آرید و مرا در شهریاری من برید. من قتیلی غمزه نوخد نگاری گشتم، پی بدین معنی ز ریحان مزاری من برید. سبزه خطش ببینید و مپرسید از غمم، بر خزان من قیاس از نوبهاری من برید. گر همه خواه جان آسان دهم هنگام نزد، جای تکبیر و تلاوت نامیاری من برید. در پریشان روزگاری گر رود عین ز دهر، جمع بنشینید و یاد از روزگاری من برید. خوب سلامت باشید. اینجا در یک مصرع گر همه خواهید جان آسان دهم هنگامی نزد گفته چی میفهمید؟ نزد به معنای دم واپسی. خوب سلامت باشید. منم داراترین آدم وطن دارم. منم داراترین آدم وطن دارم. کمی خود را نگویم کم، وطن دارم. اگرچه قلبم عادیست، ولی دل مسکن شادیست. فرح خیزد مرا از غم، وطن دارم. ننالم از گرانباری، نپرسم از کسی یاری. نگیرم قامتم را خم، وطن دارم. ҷаллодони бухороро шумо хондагӣ ҳастед? ҷаллодони бухоро бо чӣ кор машғул буданд Насрин ҷон? با آدمکشی جلادی. одамкушӣ. хуб, чӣ кор мекарданд баъд аз одамкушӣ? рӯзона бо чӣ кор машғул буданд? шабона бо чӣ кор машғул буданд ки Садриддин Айнӣ дар асараш бисёр гӯё навиштааст? шабона аробакашон омада мурдаҳоро мебурданд. рӯзона бошад одамонро ба қатл мерасонданд ва шабона барои бор кардану барои холӣ кардани мурдаҳо. номи фарзанди Наниманча ва Виркан чӣ аст? шеркавич аст. вақте ки Виркан барои муҳориба мебарояд бо арабҳо, Наниманча бисёр ки ӯро дӯст медошт, чӣ кор мекунад аз он тарафи қалъа? хеле фарёд мезанад, ҳамаро пастар карда мехоҳад назди Виркан ояд. ҳамин тақдири Наниманча чӣ мешавад? баъд аз он дар қисми бозгашти китоб Наниманча худро ба дарё мепартояд. Зайнаб биби аз Фазлиддин Муҳаммадиев. Зайнаб биби ки будааст? дар куҷо кор мекардааст? зайнаб биби ин қаҳрамони асосии асар мебошад. ба хотире ки бисёр қаҳрамонии худро
نشان داده است و در آخر وفات میکند. زینب بیبی نام گذاشتند در سر. زینب بیبی یک پسرخوان داشت. نامش چی بود؟ صنعت بود. زمانی که زینب بیبی وفات میکند صنعت در نزدش بود؟ نه، در نزدش نبود. بعد آمده همون آدم هایی که مادر خواندش را کشتند او میکشد. شاهنشاهی بهمنی‌ها را خواندگی هستید شما؟ بله. این رمان‌های بسیار چی است؟ محتشم است برای برداشتن یک دخترک خردکک. برای همین من به شوق پرسیده استادم محترم رئیس. شاهنشاهی بهمنی‌ها 30 تا کی بود؟ 30 تا خواهر چیستا. در همین جا چی هست؟ پادشاه هست. نام پادشاه چی بود؟ بهمنیار. ارشک کی بود؟ ارشک این نفری هست که بعد از وفات شاه به تخت می نشیند. به تخت می نشیند. یعنی شاه هست؟ بله. آبتین چی؟ آبتین این هم نام سگ آورده شده است در اینجا و هم نام دشمن شاه. نویل هم خوندگی هستی نسرین بچه جون؟ بله. کنی همی او چرکای خوندگی ناموشون نامبر که کدومو هستن؟ پرچم شهیدان، فرزند دهه، قهرمان خلق تاجیک تیمور ملیک، آهی سبوک، زنی که در یک وقت دو گهواره می جنباند. فقط سوز دلم رو در جهان پروانه میداند. شعر کی است؟ ابوالقاسم لاهوتی. خوانیدم غزل رو. فقط سوز دلم را در جهان پروانه میداند، غمم را بلبل کاواره شد از لانه میداند. نگریم چون ز غیرت غیر می سوزد به حال من، ننالم چون ز غم یارم مرا بیگانه میداند. به امید نشستم شکوه خود را به دل گفتم، همه خندد به من این هم مرا بیگانه میداند. تو آگه نیستی کاندر سر زلفش چه خونها شد، ولیکن مو به مو این داستان را شانه میداند. نصیحتگر چی میپرسی علاج جان بیمارم، اصول این طبابت را فقط جانانه میداند. سلامت باشید. موفقیت. شاعری مذهبی عشق، شاعر شبی عشق، شاعری ملتی دل تبریز طبی عشق، حرف در حرف شکوفت همه جو مطلبی عشق، قفسی به قفسیست نفس در لبی عشق، نشکستی که شکستی خواب در قالبی عشق، به تو بی پیکره بود عشق در منصبی عشق، ز تو خوفه نداشت ملت و مذهبی عشق، ز تو آتش کده شد دل از طبی عشق. بهترین حرف محبت وطن است. کنی دوامش خیلی است. بهترین حرف محبت وطن است، میرو خلاص و صداقت وطن است. شعر بوفی هنری نیست که نیست، سخنی از همه قیمت وطن است. شاعر و شعری سرداران است، بر دولت ثروت وطن است. گر وطن را همه مادر خوانند، مادری ملت وطن است. خب استاد حق نظر غایب، جشن استقلال ما بادا مبارک دوستان. جشن استقلال ما بادا مبارک دوستان، بخت ما اقبال ما بادا مبارک دوستان. سروری ما تاج وحدت بر سری تاجیک، تاج زرین خال ما بادا مبارک دوستان. مادری ما شاد گشت و شاد شد اطفال ما، خنده ای اطفال ما بادا مبارک دوستان. جشن سامانی که پیکی سال و دوستیست، سال نیکو فال ما بادا مبارک دوستان. جشن دولت دار ما رمزی استقلال ماست، بخت ما اقبال ما بادا مبارک دوستان. آفرین. از استاد امین جان شکوهی یک شعر. شهر من، کشوری من، دلبری من، کشوری من، دلبری من، نرود عشق تو دور از سری من. من زیایومی جوانی برد، یفتم نشانم چون پسرت. سعی کردم به گل زارت، لاله ها چیندم از که سارت. دستور شسته با بیدر، تاختم شادی کنم بر سرا. هر زمان بودی سبب گیلا، می نمود از سر و رویم سیلا.
تو با آغوش خودت چندین سال پرورش کردی مرا همچون نعال. یک شعر از استاد زلفی عطایی. آل سامان آل تاجیک. آل سامان آل تاجیک، اختری خوشبال تاجیک، گفری از باری سامان، اختری نفبال تاجیک. آل سامان، اختری مشرق زمین تو، سرگذشتی دل نواز و دل نشین تو. اختری سامان درخشان در خود جند و رشت و خطلان و بدخشان. یادی سامان یادی شیرین دری سور و در بدخشان. سرگذشتی ما پرا آل سامان می شود روشن دوباره آل سامان. داستان استاد مرسین میرشکر لیلین در پامیره چه سر می شود این؟ نیخورسی مرحبا نیخورسی جغز چب محل نیستورا به زمین افتیده بود. نه بابا میخانه جغزی نشست، نه کسی در خواب موری دیده بود. سال هم و سال نو حرام بود، کاری مردم به سر و انجام بود. راگذارها و مسافر آیه را پان میکردن ارگونه خبر. خردکک بودیم اما کنجکاو، با خبر باشیم از کاری جوان. کاروان بچه که دفران نام داشت، بسری ما بود کنجکاوان کلان. با پدر به شهر رفته بارها، هر کسی را مردی کاری کرده است. خورد باشدم ولی فهمیده بود، سه سخنی شهر مهنت بندگی. کدام افسانه را میدانی؟ افسانه مرچک، مثل خودت باش، دو بزیچه، نصیحت. اینجا یک افسانه را آورده هیزمکش، کمی مختصر نقل کرده میتونی؟ بله. بود یک هیزمکش بود، تبر خود را گم کرده و یک جوان را دید و غمگین بود و یک تبر طلاکین را از زمین برداشته. گفت این تبر شما می باشه و گفت نه این تبر من نیست. بعد تبر چوبین رو گرفته گفت این تبر شما و گفت این تبر من از خرسندانه. و هیزمکش تبر خود را گرفته به خانه آمد. از زمین دوستان جان شیرین یک چند بیت خونید. جان شیرین اینقدر جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزد به پرواز آمدم. هر کجای خواب کردم خیستم، هر کجا که بود جایی زیستم. این دل من منزل یادی تو بود، یادی روی وسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آبم، به تو در چشمم نیامد خوابم. به تو یک روزی من یک سال شد، به تو دل گشت و چون اطفال شد. به تو دلم گرچه زیبا دختران، به تو میشیدم سرودی عاشقان. لیک در پیش نظر روی تو بود، جلوه های و چشم آبروی تو بود. جان شیرین پس دیگر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. نیستم مثل پدرهای دیگر، در بری فرزند آشام و سحر. چور گرده چشم آنها درم، گم زنه دلای آنها دم بدر. کو پدر گوید اگر فرزند ما می نمویی تو بسوی در نگاه. در زمانهای پیش اجدادان ما ترک می کردن کوهستان ما. بخت می جستن از بیچارگی، مرده می رفتن در هوارگی. ما ولی از آن غریبان نیستیم، در سراغ بخت سرسان نیستیم. بخت رو با منت آزادی که خشت کرد انسان ثابتی پرفریش. ما سفر داریم با هم رفتن، با سپارش ای خلقی خیشتن. دوستی را جستجو داریم ما، آسمانی گفتگو داریم ما. خلق را زندگی القا کنیم، مری دل را اگه بر آن کنیم. آدمان از دوست یا بنبخت، دشمنان آرند به مردان سخت. داستان کی است؟ میرزا ترسون زاده. استاد میرزا ترسون زاده. شما فرزانه بر این شاعری بزرگ میشید دخترم. خب سلامت باشید.